علیکم. حالا شما بابا این دوست عزیزمون آقای هادی مقدری امیری. با سلام احترام، بنده هادی مقدری امیری هستم، رکورددار تنابزنی جهان. بدون خطا، بدون وقفه، بدون استراحت در 2 ساعت و 30 دقیقه 25100 عدد. ولی نگفته نمونه من بالاترین ساعت رو میتونم راحت بزنم، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت. حالا بسته به اون نماینده‌ای که به من میگم همون مقدار و همون تعداد میزنم و قد میکنم. فامیل رضایی بودو عزیه است، یعنی برای این اتفاق مهم اومدن که بتونن این اتفاق مهم رو ثبت کنن و خیلی یعنی موتور گرفتن که سریع به استودیو برسن. ان شاءالله که ببینیم چه اتفاقی میفته، چون هادی عزیز رکوردهای زیادی زد. امروز اتفاقای خیلی خوبی منتظرش باشه، ببینیم که چیکار میکنه. بفرمایید. خب بریم ببینیم چه میکنه هادی آقا. میخوای یکم بیای جلوتر به میز؟ میگن که بدون کفش فقط ایشون تو جهان تناب میزنه. باریکلا. آفرین آقا، تشریف کنید. خب ما در خدمت آقای رضایی هم هستیم که حالا به وقتش توضیح میدن راجع به اینکه دوستان چجوری قرار هستش که انشالله رکوردشون رو. هادی جان همزمان میتونی صحبت هم بکنید؟ آره دیگه، فکر کنم نتونید. من میکروفون نمیتونم بگیرم. نه همون دور بگیر. بسیار عالی. خب آقای همزمان آقای رضایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. خودتون میخواین توضیح بفرمایید راجع به اینکه چه اتفاقاتی قرار بیفته ان شاءالله؟ تو میتونی بزنی؟ خیلی وقت تناب نزدم. آقا شما دوره مدرسه واسه امتحان چند تا تناب میزدی؟ فوتبال. بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی خوب. آقا روز تربیت بدنی رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. ان که شما در ثبت رکوردهای جدید موفق باشید. هادی جان شما هم و اگر برنامه جدیدی هم دارید برای ثبت رکورد دوستان بگید به ما رسید. عرض می‌کنم خدمتتون رکورد تناب زنی شاخه‌های مختلفی داره. آقای هادی مقدری استقامتی رو انتخاب کردن و ایشون روی تعداد و زمان مانور میدن، یعنی تعداد بیشتر در زمان کمتر و تو این موضوع بسیار موفق بودن و خوب عمل کردن. رکوردی که در آینده قرار است ایشون انشاءالله تو آبان ماه ثبت بکنن، همطور که عرض کردم فراتر از رکورد جهان میخوان بزنن، یعنی رکورد جهان رو هدف گرفتن و میخوان به تعداد خیلی زیاد و زمان خیلی کم رکورد جهان رو جابجا بکنن. فقط ازتون اجازه میخوام که تعدادش و زمانش بماند برای روزی که اتفاق بیفته. ان شاءالله. امیر فکر کنم من دستفل که میگم آخه تمرین میکنم. خب بیا تو تناب کن. چرا من با تناب برم؟ هادی جان اجازه بدید ما با تناب بریم. میگه وایس. آره یه دقیقه هادی وایس تشریف میکنه. درخواست دارم از مسئولین زیربط و از مسئولین شهر بابل استان مازندران. ما آقای هادی مقدری آمادگی کامل و 100% داره که یک بار دیگه پرچم ایران رو با افتخار بلند بکنه و افراشته نگه بداره. فقط برایت همه جانبه داره. امیدواریم که ما دعا میکنیم که این اتفاق حتما بیفته و آرزوی موفقیت میکنیم برای شما ورزشکاران عزیز و همه اون کسایی که همیشه فکر و ذکرشون ورزش کردن و داشتن بدن سالم. خیلی ممنون، سپاسگزاریم. بریم